اف اي كاب لموسم 23-24. 5 انتصارات للسبيرز، 3 على سكور 1. يهرب ووكر، العقدة اتحلت، العقدة اتحلت، العقدة اتحلت في وقت الكلام، ولكن اوفسايد. تسلل، العقدة ما زالت. لا 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 لا, لا. عندك عقدة، عندك سكور 1 الصورة اوفسايد. تسلل، خرج مانشستر سيتي. لحظة والله كرة الشعب يقرأ ويطلع عليه نادي توتنهام. التحذير، ضاعت المحاولة، يرجع السيتي سعيدة. 20 عام خطيرة، والدفاع 2-3. التسديدة ممتازة، والحارس وبنقص عددي. حال درس يتقرى، والكرة حلوة ولكن طويلة. شباب حتى الكرة حلوة، مشيت على طريقة جوليان ولكن الدفاع. ترجع كرة ممتازة، فما الأهداف في الملعب الجديد توتنهام 2018 في استاد ويغان. الركنية لفريق توتنهام أمام سبيرز يسجلون الحضور. هزايم استاد ويمبلي في الفودان، رجع بقوة، العوبة في ظهر الدفاع لو هربت. ووكر رجع كرة ممتازة من كوفاشيتش، والدفاع عودها له المرة الثانية. فودن كيما جات، اللمسة خطيرة والجول والريت عالی. اسکار باب سمت چپ، سانتر انجام میشه روی دروازه. ما برای کدام بازیکن؟ به گواردیول مستقیم محوطه جریمه میاره در عرض، پاس برای ماتوکو، پاس خوب به دهانه دروازه. اودوگی یه لحظه جمع کرد، چه اشتباهی میکنه اونجا اودوگی، اما خودش میاد و جبران میکنه و یه خطا رو میگیره. نزدیک بود کار بده دست تاتنهام. سیتی کولوسفسکی به دنبال توپ هست، ضربه سر میاره پشت محوطه جریمه. 1-2 که میرفت اونجا انجام رو به زیبایی قطع کرد. اینجا بود که میندازن، به دنبال توپ هست اونجا ریچارد. بعد از برخورد ورزشگاه زیبای تاتنهام هاتسپر میبینید که در جایگاه مخصوص حرکت رو آغاز کردن بازیکنان تاتنهام. توپی که می‌نازم داخل محوطه جریمه 1-2 که میرفت با تیمو ورنر انجام بده. منچستر سیتی پاس عالی رو میندازه، تیمو وردو سیلوا رو به عقب، رودری ضربه نرم رو زد، دوباره برگشت داده میشه. اسکار باب میتونه شوت رو بزنه، انقدر معطل کرد که راه رو برو بستن. اسکار باب با هم دیگه ببینیم اینجا رودری. اینم لحظه‌ای بود که شه زمین توپ رو در اختیار داره، یه پاس کاتبک، ضربه‌ای که میزنه اونجا فیل فودن، پاس کنار دروازه خطرناک به بیرون میره. 6 دقیقه زمان طلب شده برای نیمه اول اعلام میشه. فیکاپ 3 دیدار دیگر هم برگزار شده. بنتانکور توپ رو انداخت جلو پای آلوارز که در همین لحظه پولتیرنی سوت پایان نیمه اول رو. کوین دی بروینه هم بلند شده و داره گرم میسونه به کوواچیچ، یه پاس تو در رو میندازه اونجا، پوشش میده در عرض. برناردو سیلوا یه پاس رو میندازه برای فودن، پس اسکار باب سانتر روی دروازه، یه موقعیت، ضربه‌ای که میزنه، چه تکلی زد اونجا میکی فاندفن. عالی کار کرد در خط دفاعی، نذاش آلوارز دروازه رو برای رودری. 1-2 که شکل میگیره. فودن سانتر، آلوارز به دهانه دروازه توپ رو به عقب پاس میده. گواردیول و تکل خوب رو زدن اونجا بازیکنان تاتنهام. توپ رو جلو میبره، پاس رو میندازه برای برنان جانسون که از بهترین فرصت‌های راه میندازه کولوسفسکی رو، اما پورو سانتر انجام میده روی دروازه، پرتاب انجام بشه. اینجا بود که ورنر، اینجا بود که زد پای چهره گریلیش رو هم میبینید، یه خوشوبشی هم داشت. با پلو میاد گوشه محوطه جریمه، تیمو ورنر میاره در عرض، سانتی کرده برنان جانسون، یه موقعیت به دهانه دروازه، پاس برای کولوسفسکی. واکر میرفت کنه، اینجا زد پای اودوگی رو، عرض خود جانسون پشت محوطه جریمه، پاس رو به بازی میاد و جرمی دوکا سر رو بزنه. رومرو برخورد داشت با رودری، ضربه خطا رو بالا میرفت که به توپ برسه، سر میخوره گوشه زمین و چپ توپ رو ارسال میکنه روی دروازه. پورو سانت بلندش روی دروازه، خیلی جانسون ارسال روی دروازه، برمیگرده سانت روی دروازه، یه لحظه اشتباه. ببینیم اینجا اومد توپ رو جمع بکنه، از دستش رها شد. سانت روی دروازه و رودری پاس برای اینجا بود که زد پای فودن، پای
فندفن. ببینیم توپ به کرنر میره یا نه. یه فقط تعادل فندفن رو به هم زد. کوین دی بروینه محوطه جریمه اودوگی یه سر توپ زد من برای جرمی دوکا، در مقابلش پرو حضور داره، رو جلو میبره، سانتی که میاره روی دروازه، توپ رو بعدش رفته. تکل عالی از کریستیان رومرو، اما یک اون اودوگی. برناردو سیلوا سانتر از برناردو سیلوا، یه سر توپ قشنگ، توپ میرسه به فودن، پاس روی دروازه اشتباه میکنن اونجا، یه ضربه و که جمع میکنه ویکاریو. درست جایی رفت که ویکاریو حضور داشت، شانس آورد. یه لحظه اشتباه، چه جایی توپ رو لو میدن. کوین دی بروینه کجا زد؟ چی کار کرد کوین دی بروینه؟ موقعیت بادآورده‌ای که به راحتی از دست رفت برای سیتی. باز هم هویبیرگ بود که اشتباه کرد. پاس عالی فودن، زرنر توپ رو میاره داخل محوطه جریمه. چقدر خوب سرعت بالای کایل واکر. دقیقه 83 یه ضربه با سرعت بالا داخل محوطه جریمه. ضربه که جا بود که ضربش رو به سمت توپ در اختیار دی بروینه هست. یه موقعیت، ضربه‌ای که زده. دقیقه سانتر بلند روی دروازه، یه لحظه اشتباه و گل. گلو میزنه ناتاناکه. چه دقیقه‌ای دروازه تاتنهام باز شد. حالا حساب کار 1-0 به سود منچستر سیتی هست. یک گل بی‌نظیر. اعتقاد دارن که خطا بر روی ویکاریو باید اعلام می‌شده، اما نظر تیرنی